بورسیه های ترکیه کدام ها هستند؟ در کدام شما میتونین اقدام کنین؟ در این ویدیو صفر تا صد تمامی موضوعات مرتبط به بورسیه های ترکیه را برای شما واضح خواهد ساختم. از یک از موارد خیلی مهم، خیلی اساسی همی است که خیلی دوستا بخش اسکالرشیپ با سلف فاندد اشتباه میگیرن. ببینید دوستا، اسکالرشیپ در حقیقت دارای بعضی ویژگی‌های خاص خود است و سلف فاندد که از دارای ویژگی‌های خاص خود است. در اسکالرشیپ در حقیقت هزینه هایی که یک محصل نیاز است که به اونا پرداخت را انجام بده توسط نهاد، مؤسسه یا دولتی که از طرف از اونا اسکالرشیپ ارائه میشه پرداخت میگرده. که نمی پرداخت در حقیقت مثال میتونه توسط یک نهاد باشه، توسط بعض وقت خود پانتون باشه، توسط مثال خود دولت یک کشور باشه. ولی فرقشون با سلف فانددی است. تمام مصارف خوابگاه، فیس دانشگاه، مصارفی که به شما به خاطر حمل و نقل میکنین بالاخره به یک کشور دیگه میایینک، اینا همگیش به دوش شما هستن. دومین مورد که هستن، معیار کامیابی شما در یک اسکالرشیپ چی در ترکیه باشه یا هر کشور دیگه باشه، بک‌گراند شما هسته. یعنی شما نیاز دارین یک بک‌گراند فوق العاده داشته باشین، یک پروسه رقابتی خیلی شدید می باشه تا در میان یک منبعی از کسایی که علاقه‌مند تحصیل در اون کشور هستن شما بتونید چانس دریافت کنین و فول اسکالرشیپ بگیرید. ولی در بخش دوم که ما شما میریم، معیار قبولی شما در حقیقت یک سلسله شرایط متفاوت‌تر را داره. یکی از نیازهای مهم شما در حقیقت هم بخش پولی یا مالی شما است و بعض شرایطی که خود دانشگاه داره. یعنی شما بک‌گراند خیلی بالای نیاز ندارین. شرایط هر دانشگاه را میخوانین، مطالعه میکنین، مطابق از خود آماده میسازین، میتونین در بخش سلف فاندد در اون کشور شما تحصیل کنین در اون دانشگاه. یکی از موارد خیلی مهم در بخش اسکالرشیپی است که شما نیاز به استیتمنت مالی ندارین. چرا؟ چون در حقیقت استیتمنت مالی هم یک ورق است، یک سنده است، نشان میده که شما اگر در کشور دوم میرین به خاطر تحصیل، اینمی مشخصات، اینمی موضوعات شما دارین و میتونین که از عهده مصارف تحصیلیتان برایین. ولی وقتی که شما اسکالرشیپ دریافت میکنین، یک دولت، یک نهاد می ضمانت میکنه که ما تمامی مصارف فلان فرد را که از فلان کشور میاد ما پرداخت میکنم. ولی در بخش شخصی که است، سلف فاندد با شما مکلف هستین که یک سند را ارائه کنید به نام استیتمنت بانکی که شما بتونین پذیرش از اون پانتون دریافت کنین. حالا بحث اینجاست که شما در ترکیه کدام بخش‌ها را دارین که به شکل اسکالرشیپ است و کدام بخش‌ها به شکل رایگان است. دوستان عزیز، دولت ترکیه یک از بخش‌هایی که متاسفانه خیلی دوستا در این بخشام پول می‌پردازه است که به نام ترکی بورسلری در حقیقت یک بخشی داره که همه ساله 5000 بورس به تمامی کشورهای دنیا، 5000 بورس به تمامی کشورهای دنیا، تن افغانستان نه، ارائه میکنه. حالا بحث اینجاست که 5000 بورسیه در حقیقت مختص بر افغانان نیست، هر کشور در اینجا اشتراک میکنه، مطابق اونم شرایط و معیارایی که نمی بورسیه داره و بک‌گراند شاگرد میبینه میتونه یک نفر اقدام کنه. آیا به خاطر از این بورسیه ها شما پول باید پرداخت کنین به کسی؟ نه خیر. این در حقیقت یک پروسه کاملا آزاد رقابتی است. هر فرد میتونه که مستقیم با اون پورتالی که داره، وبسایتی که داره، اسناد و موارد خودن رو درج کنن، بتن به یک حساب و مکمل کار خودن اینا پیش ببرن بدون اندک تأخیری. موضوعات نیاز نیست پولم بپردازین. شما چی نیاز دارین؟ برادرکای گلم، آنچه که شما نیاز دارین این هست که شما فقط اسنادهایتان آماده میسازین و روش ثبت نام نیاز دارین. دیگه چیز شما نیاز ندارین. اگر شما شرایط یا بالاخره نحوه ثبت نام نمیفهمین، من ان شاء الله برای شما ریکارد خواهد کردم. زمان از این بورسیه ها که از 10 جنوری هر سال آغاز میشه الا 20 فوریه، معمولا بعضی وقتا 5 روز 4 روز تمدید هم میشه. در این محدوده شما به یک حساب چیکار میکنین؟ اقدام میکنین. امسال نخیر، امسال تموم شده پروسش، چون قبلا دیگه دوستا که بودن ثبت نام کردن اونا آل در پروسه اینترویوشون هم تمام شده، منتظر نتایج خودان هستن. پس کسایی که شما به هر نامی میشناسین با شما میگه که ما از بورسیه های ترکی بورسلری یا یتیبی برای شما در حقیقت این بخشا را فراهم میکنین، دروغ میگن. دومین بخشی که به شکل رایگان است، شما میتونین اقدام کنین. بورسیه های ISDP یا بانک توسعه اسلامی است که با همکاری کشور ترکیه صورت میگیره که هم فول اسکالرشیپ است. شما میین در اینجا تحصیل میکنین، برای شما تمامی مصارفتان، مصارف خوابگاه، مصارف مثال بیمه، معاش ماهوار، همه موارد را که شما نیاز دارین میته. بورسیه های دولتی که بود اونم یتیبی که براشون میگه یا وای تی بی میگن، در ترکیه یتیبی میگه، در حقیقت تمامی مصارف شما را از رفت و برگشت شما، از مصارف غذای شما، از بیمه صحی شما، از مصارف دانشگاه شما برای شما فراهم میسازه. حالا اسکالرشیپ هم که از دوستان به بخش‌های مختلف تقسیم میشه. یکیش فول فندد است که یعنی مکمل مصارف شما از الف تا یا برای شما در حقیقت خودم دولت نمونه‌هات برای شما آماده میسازه، شما یک افغانی مصرف نمیکنین. بعضی بورسیه ها هستن که به یک حساب پارشل هستن، یعنی 50-50 هستن یا 75-50 هستن یا 25-50 هستن. یعنی مثال فکر کنین یک 25% 30% یا 50% سر شماست و بقیش سر یک نهاد میشه یا اون کسی که برای شما این بورسیه را داده.
در پلی از این دوستا شما در بخش مثال همین کشور ترکیه یک بخش دیگه داریم به نام دیانات که در حقیقت دیانات اونمو بخشی هست که به خاطر شاگردایی که مکتب هستند به اینا کار میکنه. اینا را از صنف 9 به بعد که از 10 11 12 میشه به ترکیه میاره. اینا پروسش به شکل آزاد است، هر کس میتونه ثبت نام کنه و بالاخره هم شرایط پوره کنه بیان 3 سال تحصیلی خودن اینجا انجام بدن در مقطع همون صنف 12 یا اما بگه صحبتتون بگویم اسناد 3 ساله را که شما در آخر میگیریم. حالا بس اینجاست دوستای گلم، یک کاتگوری افراد دیگه موندن، کسایی که در افغان ترک هستن، کسایی که در معارف افغان ترک هستن یا در بخشای مثال هم مدارس افغان ترک هستن در افغانستان باشه هر کشور دیگه. اینا چی کار میکنن؟ برای از اینا که هست اینا اگر مثال بیان در ETB آمده میتونن، اگر مثال در ETB آمده نتونن چانسشان کم باشه میتونن که اینا به شکل شخصی اقدام کنن. کسایی که از معارف افغان ترک هستن اینا میتونن بدون پرداخت فیس پنتون دیگه مصارف به دوش خودشان است میتونن که اینجا بیان به خاطر ادامه تحصیل. پس این کاتگوری افرادی بودن که برادرکای گلم مطابق اونمو شرایط اگر شما بگراند خیلی بالا دارین میتونین در آیز جی بی در ETB مثال خودتان خود ثبت نام کنین، همه ساله برگزار میشه، از امسال تمام شده میتونین که اشتراک کنین. حالا سلف فاندد مون در حقیقت سلف فاندد برمیگرده برای شما که شما میخواین با هزینه شخصیتان به یک کشور برین. تمام مصارف برای شماست، از صفر تا صد سر شماست، استیتمنت بانکی باید داشته باشین که خیلی مهم است و گردش مالیشون باید 3 سال 3 ماه البته تکمیل شده باشه. در کنار از این شما این شرایط و موضوعاتی را که برای شما گفتم باید داشته باشین. مطابق مثال هم خود پنتونا اقدام برای شما میکنه، شما میتونید که بالاخره به تحصیل در ترکیه بینید. در این ویدیو خواستم که این موضوع رو برای شما واضح و مشخص بسازم که خود اسکالرشیپ چی است، سلف فاندد چی است، کدامش کدام معیارها را داره، در کدامش کدام موارد میتونه موثر باشه. حالا که بخش‌های دولتی که مثال شما باید ثبت نام می‌کردین تمام شده، بخش‌های شخصی باقی مانده. اگر می‌خواید این پروسه ما با شما همکاری داشته باشیم، شماره واتساپ پایان را که می‌بینین فقط شما تحصیل نوشته کنین تا موضوعات ما برای شما نوشته می‌کنیم می‌فرستیم، میتونین که اقدام کنین. پست هم شریک بسازین با دوستایی که نیاز دارن همچون معلومات را و اگر شما کدام سوال خاص مرتبط به این